شما شنونده پادکست سورپرایز هستید. جانم. چرا نشستی؟ الانه که مهمونا میرسن. مامان، چرا میخواین منو به کسی بدین که نه تا حالا دیدمش نه حسی بهش دارم؟ یعنی انقدر از دستم خسته شدین که هر کی زنگ این خونه رو زد منو بهش بدین؟ این چه حرفیه دخترم؟ هیچ پدر و مادری نیست که از دست بچهش خسته بشه. من و پدرت خیر و صلاح تو میخوایم عزیز دلم. بعدشم پدرت رفته کلی تحقیق کرده، گفتم پسر خوبیه. مثل این که رسیدن زود باش لباس بپوش بیا بیرون. شما بفرمایید منم میام. جانم. سلام سدرا. به به، سلام خانوم، چه عجب یادی از ما فقیر فقرا کردین. شوخی نکن که اصلاً رو مودش نیستم. چی شده باز؟ معده درد؟ نه بابا، واسم خواستگار اومده. این که ناراحتی نداره دیوونه، باید خوشحالم باشی یکی حاضر شده با اون اخلاق گندت کنار بیاد. میفهمی چی میگی سدرا؟ قرارمونو یادت رفته؟ کی بود میگفت اگه زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، من و تو مال همین. دیگه کاریه که شده عزیزم، چاره ای هم نیست. به من نگو عزیزم، خیلی نامردی سدرا. واقعا متاسفم. الانم جای این حرفا پاشو یه دستی به صورتت بکش. اون مانتو زرشکی بود که واسط خریده بودم، اونو تنت کن و برو بشین پیش مهمونا. زشته ها. اصلا نمیفهمم چی میگی سدرا. هی بابا، دارم میگم پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن، لباس تنت کن، یه شونه هم به اون موهات بکش جلوی مادرم زشته. قربون دستت، فقط جلو راحت یه سینی چایی هم بیار که گلومون خشک شد. چی گفتی؟ شما شنونده پادکست سورپرایز بودید. صدا بازیگران: ستاره علمدار، فاطمه خسروی، میلاد مقدم، میکس و تنظیم میلاد مقدم، نویسنده و کارگردان سجاد فتاحی. تو سرش قوقا میکنه، عروس با اون تور سفید بختشو پیدا میکنه، صورتش چون برگ گله ناز به این دنیا میکنه. گل بریزین رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک باد. گل بریزین رو عروس و دوماد، یار مبارک یار مبارک.